خواهر ارجمند آقای دکتر زنده یاد آقای دکتر شاپور شهبازی، سرکار خانم دکتر نازیلا شهبازی هم سپاسگزاری بکنم به خاطر حمایت هایی که از این برنامه داشتن و کمک کردن به انجمن ایرانی تاریخ و آقای دکتر جلیلیان گرامی برای برگزاری این سخنرانی. من بیش از این دیگه در حقیقت دوستان رو منتظر نمیگذارم. قرار هست آقای دکتر صفایی درباره زنان پارسی بر مبنای بایگانی های تخت جمشید برای ما گفتگو کنند. خب آقای دکتر یزدان صفایی برای همه ما شناخته شده هستند و خب بخشی از مطالعات خودشون رو در حوزه در رابطه با تز دکتراشون برای ما انشاءالله ما رو در جریان این پژوهش‌های خودشون قرار خواهند داد و همه ما بهره‌مند میشیم. آقای دکتر صفایی اگر اجازه بدید من دوربین خودم رو خاموش کنم برای اینکه سرعت اینترنت کاهش پیدا نکنه، شما دوربینتون فعال باشه و من در خدمت شما خواهم بود. خیلی ممنون از معرفیتون. البته شما و آقای جلیلیان لطف دارید. من هنوز دانشجو دکتری هستم و دکتر نیستم. من هم میخواستم دوربین رو خاموش کنم که صفحه واسه همه به اندازه کافی بزرگ باشه و کیفیت تصویر خوب باشه. با اجازه شما من هم دوربین رو خاموش میکنم. فقط آقای دکتر ما سقف جلسه‌مون ساعت 10 هست. شما تا هر زمانی دوست دارید میتونید صحبت بکنید، فقط یه فرصتی رو هم برای پرسش و پاسخ لحاظ بکنید وگرنه شما محدودیتی ندارید. خیلی ممنون. با سلام خدمت دوستان عزیز. جلسه امشب به ابتکار و همت مدرسه تاریخ و باستانشناسی هخامنشیان با همکاری انجمن ایرانی تاریخ شعبه خوزستان و همینطور بنیاد ایرانشناسی شاپور شهبازی و به یاد این دانشمند فقید برگزار شد. جا داره از آقای دکتر جلیلیان و آقای دکتر ناظری تشکر کنم بابت دعوت و انجام هماهنگی لازم برای برگزاری این نشست. موضوع گفتگوی من اختصاص داره به وضعیت و جایگاه زبان پارسی از چشم‌اندازی نهادی که البته خب در واقع مستخرج هست از موضوع تحقیق دکتری بنده در مدرسه تحقیقات عالی پاریس. بایگانی‌های اداری تخت جمشید منابع دست اول ما رو برای این چشم‌انداز تشکیل میدن. از اونجایی که منبع اصلی ما بایگانی باروی تخت جمشیده، اول در مورد بایگانی باروی تخت جمشید صحبت میکنم، بعد با توضیح نهاد اقتصاد تخت جمشید منظورم رو از این چشم انداز نهادی در واقع برای شما مشخص میکنم. بعد هم در مورد اینکه منظورم از زنان پارسی چی هست صحبت میکنم و آخر سر هم میرسیم به بخش اصلی این گفتار، یعنی وضعیت زنان پارسی از منظر ساختارهای نهادی منعکس در اسناد اداری. هزاران لوح گلی از گوشه شمال شرقی باروهای تخت جمشید پیدا شده از این منطقه‌ای که اینجا مشخص کردم که بعدتر با توجه به محل کشفشون الواح باروی تخت جمشید نامیده شد. نخستین الواح تو روزهای ابتدایی ماه مارس سال 1933 میلادی در تخت جمشید پیدا شد. با توجه به اهمیت بالای این کشف، ارنست هرتزفلد که کاوشگر تخت جمشید بود، بلافاصله با ارسال تلگرامی این کشف رو به اطلاع مدیراش توی مؤسسه شرقشناسی شیکاگو میرسونه. از متن تلگرام مشخصه که هرتزفلد توی مدت کوتاه بلافاصله متوجه شده بود که زبان بخش عمده الواح در واقع ایلامی هست. امروز در مجموع بیشتر از 20,000 لوح گلی به صورت کامل و ناقص داریم. منتها برخی از این قطعات ممکنه که در اصل متعلق به یک لوح باشن. بنابراین با یه سری تخمین‌ها و جرح و تعدیل‌هایی
که از الوایی که هم در ایرانند و هم هنوز در شیکاگو نگهداری میشن مجموعاً 15,000 لوح کامل رو در واقع تخمین زدن که 2087 لوح رو که با کد اختصاری PF شناخته میشن تو کتاب ریچارد هالوک در واقع در دسترس ما هست و هالوک منتشر کرده و بعد هم 33 لوح دیگه رو با علامت اختصاری PFA منتشر کرد. بعد از پژوهش‌های ریچارد هالوک پژوهش‌ها و تحقیقات و انتشار متون ادامه پیدا کرد و این فهرستی که می‌بینید در واقع این پژوهشگران از همون قدیمی‌ترین زمان تا همین الان همچنان مشغول انتشار الواح باروی تخت جمشید هستن. متونی که با علامت اختصاری PF و NN نشون داده میشن رو والتر هنکلمن و متون ناقص و شکسته رو که با علامت اختصاری فورت شناخته میشن رو متئو استولپر داره ویرایش میکنه و برای انتشار حاضر میکنه. جدای از چند استثناء قالب متون مربوط به سال 13 تا 28 سلطنت داریوش اول هستند که میشه از 509 تا 493 قبل از میلاد. جغرافیای منطقه تحت پوشش این بایگانی بارو در واقع از سمت غرب تا نواحی کوهستانی بین خوزستان و فارس امروزی و از سمت شرق تا نیریز، از شمال تا جنوب حدود اصفهان امروزی و از سمت جنوب تا سواحل خلیج فارس کشیده می شده. زبان اصلی بایگانی باروی تخت جمشید ایلامی هخامنشی بوده که یک گونه متأخر و تغییر یافته و تحول یافته از ایلامی نو هسته. البته که همونطور که توی کتیبه‌های سلطنتی هم می‌بینیم ما در دوره هخامنشی پدیده چند زبانگی در خصوص بایگانی‌ها و سیستم دیوان سالاری هخامنشی‌ها باز دوباره خودش رو نشون میده. جدای از هزاران لوح ایلامی زبان‌های دیگری که مستند شدند رو اینجا یک فهرست ازشون رو می‌بینید که بارزترینشون بعد از ایلامی زبان آرامی هست که آرامی در عین حال زبان میانجی امپراتوری بوده. این نقش میانجی بودن رو آرامی قبل از دوره هخامنشی از زمان امپراتوری آشور نو در واقع در منطقه ایفا می‌کرده. در کنار زبان ایلامی و آرامی چند مهر چند زبانه هم روی الواح در واقع وجود دارند. جدای از اون ما 6 یا 7 لوح گلی داریم که حاوی نوشته‌هایی به هیروگلیف مصری هستند و البته متون تک متونی به فارسی باستان و فریگی و یونانی و غیره. حالا منظور ما از نهاد اقتصادی تخت جمشیدی در واقع بخوام ببینیم چی هست. این نهاد یک نهاد اجرایی و اقتصادی هست که در بایگانی باروی تخت جمشید منعکس شده. نهاد اقتصادی تخت جمشید که بایگانی بارو اسناد مربوط بهش رو حفظ کرده مربوط به توزیع و نظارت بر روی پرداخت جیره‌های خوراکی بوده که به صورت محلی تولید میشد. بعد هم توی انبارهای مشخص دولتی ذخیره میشد و بعد بین دریافت کنندگان خاصی توزیع میشد. این دریافت کنندگان متشکل بودن از کارگران ماهر و ساده، مسافران، درباریان، نظامیان، افراد عالی رتبه مثل شهرب‌ها و حتی دام و طیور. پرداخت‌های آیینی برای مراسم قربانی برای خدایان مختلف، چه خدایان ایرانی و چه خدایان ایلامی هم در این بایگانی مستند شد. مواد خوراکی مذکور به طور کلی به دو دسته خوراکی‌های خام و خوراکی‌های پیش آماده تقسیم میشن. انواع غلات و حبوبات از قبیل جو، گندم و میوه‌های مختلف مثل سیب و به این خوراکی‌های خام رو تشکیل میدن. نوشیدنی الکلی مثل شراب و آبجو و همینطور روغن و آرد و نان و محصولات لبنی و گوشت هم خوراکی‌هایی بودن که به صورت پیش آماده یا آماده شده توزیع می‌شدن.
به طور کلی 5 تا حوزه مختلف یا 5 تا اداره مختلف واسه این خوراکی ها در نظر میشه گرفت. یکی غلات هست، دومی دام و رمه، سومی شراب و آبجو، چهارمی میوه‌جات و پنجمی سایر کالا. توی سطح مدیریت هم اساساً 2 تا کار انجام میشد. اول تامین خوراکی و ذخیره‌سازی اونها بود. بعد در سطح دوم عملیات پرداخت جیره‌ها و امور لوجستیکی که شامل نظارت و حسابرسی هم میشد. مالیات بر کالا یا همون مالیات جنسی هم منبع مهمی بود برای پر کردن انبارهای دولتی. در یک کلام نهاد اقتصاد تخت جمشید در واقع اون قدرت اجرایی پشت دیوان اداری منطقه فارسه که در اختیار شهرب فارس قرار داشته. هر کدوم از شهرب‌های مناطق مختلف که در واقع نماینده نهاد پادشاهی بودن تو اون مناطق در رأس دیوان اداری مناطق خودشون قرار داشتن و ما این نکته رو با مطالعه مهرهایی که این شهرب‌ها روی متون مربوط به مسافرت‌ها زدن و همینطور اینکه نامشون در الواح سفر مندرج شده میدونیم. با این مقدمه که سعی کردم کوتاه خدمت شما عرض کنم، میریم سراغ پرونده وضعیت زنان پارسی. منظور ما در اینجا از زنان پارسی 3 طیف گسترده از زنان هست که همونطور که مشاهده میکنید یک انعکاس مناسبی هم از اقشار مختلف جامعه رو پوشش میده. منظور از کارگران ساده اون دسته از کارگرانی هستن که عنوان شغلی مشخصی بهشون داده نشده. کارگران متخصص عنوان شغلی مشخص دارن و ما در اینجا چند گروه کاری متخصص رو به عنوان نمونه در موردشون صحبت میکنم. پرونده بانوان درباری خیلی حجیم هستش. منم راستش رو بخواین چند جا قبلا در موردشون صحبت کردم و دوستان رو ارجاع میدم به سخنرانی هام که از خوشبختانه روی کانال یوتیوب خودم در دسترس هستن. البته که آخر سخنرانی اختصار در مورد بانوان درباری صحبت خواهم کرد، اما تمرکز صحبت‌های امروزم روی 2 گروه اول خواهد بود. بهتره که با ذکر یه مثال وارد بحث شیم. 7 سطر اول این متن رو من خدمت شما آوردم. این توضیح هم بدم این ترجمه‌ای که من ارائه میدم متفاوت از ترجمه‌ای که توی کتاب ریچارد هالوک در واقع میتونید بهش رجوع بکنید. اون هم به این خاطر که کتاب هالوک بیشتر از نیم قرن از چاپش گذشته و الان ما بافت متن‌ها رو و همینطور خود زبان ایلانی هخامنشی رو خیلی بهتر درک می‌کنیم. پیمانه‌های در واقع مربوط به واحدهای جیره‌های پرداخت شده هم بر مبنای پیمانه‌های حجمی بودن. برای همین توی ترجمه‌های استاندارد امروزی که بر اساس پروژه بایگانی بایوی تخت جمشید دانشگاه شیکاگو هست از واحد لیتر استفاده میشه. این واحد حجم هست. این متنی که میبینید در واقع متن خیلی ساده است که اشاره میکنه که 7 زن و 2 پسر هر کدوم چه مقدار جو دریافت کردن. اینها در واقع کارگران ساده بودن. این یک نمونه متنی هستش که از پرداخت جیره‌ها ما در واقع در اختیار داریم. معیارهای تمایز به طور کلی در همچین متن‌هایی عبارتند از جنسیت و زن، یعنی در واقع 4 طیف: مرد و زن، پسر و دختر. تحقیقاتی که در مورد میزان دسترسی به مواد خوراکی در جوامع مختلف صورت گرفته به ما نشون میده اینو که میزان دسترسی در واقع بیانگر درجات مختلف در سلسله مراتب اجتماعی و اقتصادی هست. یعنی دریافت جیره بیشتر احتمالاً میتونه نشون دهنده جایگاه بالاتر فرد در گروه کاری مشخص خودش باشه. حالا بیشتر در این مورد موقعی که در مورد زنان گروه‌های متخصص کاری صحبت می‌کنیم به این موضوع بیشتر برمیگردیم. در مورد وضعیت اجتماعی این کارگران هم باید بگم که اینها معمولاً با یه واژه عمومی به صورت واژه که در ایلامی کورتش نوشته میشه در واقع با این واژه برچسب گذاری میشن. این واژه در واقع بازتابی از یک واژه کهن
ایرانی که یعنی کورتشی که ما در اسناد ایلامی داریم بازتابی از ایرانی گرده هست که حالا مثلا تو آرامی هم بازتاب داره به صورت گردو. خوشبختانه توی متن‌های هندی که با متن ایرانی در واقع ایرانی باستان در واقع قرابت دارن، متناظر هندیش رو ما داریم به صورت گرهه و اونجا میدونیم که تحت لفظی معنای خانه است. انتساب کارگران یا همین کورتش ها به نهاد خانه و اقتصاد مبتنی بر خانه و خانواده از همینجا مشخص میشه. کورتش ها کارگرانی بودند وابسته به نظام اقتصادی خانه محور. توی وضعیت مشابه با وضعیت بردگان قرار نداشتن، اما در این حال وابستگیشون به نهادهای دولتی احتمالاً به معنی این بود که آزادی کامل هم نداشتن، اما اونقدر هم وابسته نبودن که بشه برده دونسته شد. یه استقلال نسبی براشون قابل توجیه هست. جیره نرمالی که معمولاً کارگر ساده میگرفت برای مردا 30 لیتر در ماه بود و برای زنها 20 لیتر در ماه. پسران و دخترها هم بر حسب سنشون و در واقع تجربه کاریشون جیره‌های مختلفی دریافت میکردن که کمتر از جیره بزرگسالان بود. قبل‌تر و همینطور اخیراً تحقیقاتی در مورد رابطه بین جنسیت و سن با میزان جیره دریافتی صورت گرفت. تحقیقات بنده هم که البته هنوز کامل نیست و باید دوباره یه سری بازشماری انجام بدم، با این حال نتایجش با نتایج تحقیقات پیشین سازگار هست. اما با نهایت فروتنی باید بگم که یه مقدار کامل‌تره و دقیق‌تر. این هم باید در نظر داشته باشیم که بیشتر از 7000 متن در واقع از نظر گذرانده شدن تا این خلاصه اطلاعات به دست بیاد. اما بعد از یه سری جرح و تعدیل‌ها اطلاعات مربوط به جیره‌بندی برای کارگران ساده از 319 تا متن به دست میاد، چون همه متن‌ها در مورد پرداخت جیره به کارگران نیستن و از طرفی بعضی از متن‌ها هم پرداخت جیره به یک گروه‌های مشخص کاری یکسان رو در زمان‌های متفاوت در واقع ثبت و ضبط کردن، بنابراین ما اینها رو در واقع لحاظ نکردیم. علی ای حال این جدول خلاصه اطلاعات مربوط به پرداخت غلات مختلف رو به عنوان جیره به مردان و زنان بالغ نشون میده. جدول بعدی همین اطلاعات رو برای در واقع کارگران نابالغ و یا کم سن و سال نشون میده. یک جدول سوم دیگه داریم در مورد پرداخت یا توزیع شراب بین کارگران بالغ. تا این لحظه سندی نداریم که کارگران نابالغ بهشون در واقع جیره شراب پرداخت شده باشه. ما هر سری اسناد دیگه هم داریم در مورد پرداخت کالاهای مثل میوه و آبجو به کارگران ساده، اما چون تعدادشون خیلی کم هست نتیجه‌گیری‌های کلی ازشون در واقع نتیجه گرفتن ازشون یه مقدار دشوار خواهد. در میان غلات به ویژه جو رایج‌ترین کالای توزیعی بوده که احتمالاً از آسیاب کردن جو آرد و نون درست می‌کردن. نون و شراب در این صورت قوت غالب کارگران بوده. ما برمیگردیم به این جدول. این جدول به تفکیک سال سلطنت داریوش از سال 17 تا 28 نشون میده که زنهایی که مثلا 40 لیتر ماهانه دریافت کردند در مثلا سال 25 تعدادشون 7 نفر بوده، یا مثلا مردهایی که در سال 17 جیره ماهانه 30 لیتر دریافت کردن تعدادشون 27 تا بوده. و در آخر تجمیع این اعداد و ارقام رو هم میبینید. به نظر میرسه که 3 تا زیرگروه از کارگران بخش اصلی جمعیت رو تشکیل میدن. زنانی که ماهانه 20 لیتر دریافت میکردند، یعنی 4314 نفر، مردانی که ماهانه 30 لیتر دریافت میکردند اون 2146 نفر، و زنانی که ماهانه 30 لیتر دریافت میکردند اون 2315 نفر. با در نظر گرفتن سایر اطلاعات من میتونم بهتون بگم که در واقع بخش اصلی کارگران رو
همین مردانی که 30 لیتر دریافت میکردند و زنانی که 20 لیتر دریافت میکردند انجام میدادند و همینجا میبینید که تعداد خانم ها در واقع 2 برابر تعداد آقایون هست. اینکه مردان جیره بیشتری دریافت میکردن به خاطر در واقع این بوده که به کالری بیشتری نیاز داشتن. این جدول اطلاعات جالب توجهی به دست میده از این نظر که تعداد کل کارگران رو فارغ از میزان جیره بر اساس جنسیت و سن نشون میده. اعداد به نظر میاد که گویا باشه. ظاهراً کار و تولید در نهاد اقتصاد تخت جمشید بیش از هر چیز به فعالیت حرفه‌ای زنان وابسته بوده. تعداد کل زنانی که غله دریافت کردن تقریباً 3 برابر مردانه، یعنی 48% توی افرادی که غله دریافت کردن خانم هستن، در حالی که درصد برای مردها بسیار پایین‌تره، نزدیک به 17%. سوالی که پیش میاد اینه که پس مردان کجا هستن؟ با توجه به اینکه تفاوت میان تعداد پسران و دختران در واقع هیچ نسبتی نداره یا هیچ تناظری نداره با تفاوت میان زنان و مردان، میشه حدس زد که دلیل این موضوع باید جایی خارج از نهاد اقتصاد تخت جمشید باشه. این پرسش احتمالاً از اون دست پرسش هاییه که اولین جوابی که براش به ذهنمون میرسه همون محتمل ترین جواب هست. من فکر میکنم که احتمالاً بیشینه مردان برای فعالیت‌های نظامی علل خصوص مشارکت در تأمین نیرو برای پادگان‌های مختلف و سراسری در امپراتوری و یا مشارکت در سپاه‌های متحرک اعزام می‌شد. به این خاطر در واقع کار بیسیک و ساده و اولیه بیش از هر چیز وابسته بوده به نیروی کار زن. خب حالا با این توضیح در مورد نیروی کار ساده میریم سراغ گروه‌های کاری متخصص. خیلی جالبه که توی بعضی از این گروه‌های کاری متخصص یک یا چند نفر دیده میشن که سرپرست یا رئیس گروه هستن. یه سری اصطلاحات مخصوصی هم برای خطاب قرار دادن این افراد وجود داره که معمولاً معنای اولیه یا معنای تحت لفظی بزرگ رو پشت این اصطلاحات میشه دید. برای مثال یک تنها متن بابلی که توی الواح خزانه تخت جمشید منتشر شده از یک خانومی به نام ایندوکه نام میبره که حالا مادر فردی به نام توتو بوده و تاجر بوده. این لوح که مربوط به سال 20 سلطنت داریوش اوله از این بانو به عنوان رئیس تاجران نام میبره. این جایگاه شغلیش رو در واقع با واژه بابلی رب که معنی بزرگ میده توضیح دادم. توی اسناد بایگانی بارو هم یه سری واژه دیگه مثل متیش تو کشبه و یا ایشپ و ارشره هستن که همه اینها معنای بزرگ میدن در ابتدای امر و از به طریق در واقع تحول معنایی معنای سرپرست یا رئیس بهشون داده میشه. یکی از مهمترین در واقع روالهای اداری که سرپرست گروه توشون در واقع مستند شده مربوط هست به سرپرست گروه هایی که با اصطلاح ابکنش در واقع شناخته میشن و من بعدتر در موردشون صحبت میکنم. از شما میخوام که تو این جدول روی چند تا نکته تمرکز کنید. اول اینکه این گروه از سرپرستان متشکل از 2 زن و 1 مرد هستند که به طور مساوی هر کدوم 30 لیتر شراب دریافت می‌کردند. نکته دوم روال مهرزنی هستش که اینجا ما 2 تا مهر می‌بینیم که روی الواح زده شدن PFS 2078 و 2036 که اینها در واقع مهرهای فعال در اقتصاد خانه محور بانو ایردبمه هستند. ایردبمه احتمال خیلی خیلی زیاد مادر داریوش بود. این نکته گروه ابکنش رو در واقع منحصراً معطوف میکنه به سرای یا خانه
ایردبمه که در موردش حالا در انتهای سخنرانی امروز صحبت خواهم کرد. یک مورد دیگه از بحث سرپرستان گروه سرپرست بافندگان بوده. در مورد اصطلاح پشب به معنی بافنده جلوتر صحبت میکنم. تفاوت اصلی سرپرست بافندگان با سرپرستان ابکنش در این هستش که در اینجا در میون بافندگان ما فقط یک سرپرست رو داریم و اون هم فقط مؤنث هست. ضمناً روال محسنی که تو ردیف آخر جدول میبینید در واقع ربط این گروه از کارگران رو به حوزه عمومی اقتصاد تخت جمشید نشون میده، برعکس مورد قبل که به حوزه سلطنتی در واقع مربوط میشه. علاوه بر اینها یه سری متونی هستن که در اونها فهرست پرداخت غله به زنان و مردان و کودکان دیده میشه. بیشترین دریافتی رو توی این فهرست ها زنانی دارن که 50 لیتر غله دریافت میکنن. با توجه به سری تشابهات و خط و ربطایی که بین متون مختلف دیده میشه با صراحت در واقع این رو تاکید کرد که فهرست های جیره هایی که توشون یک دونه زنی وجود داره که ماهانه 50 لیتر جو دریافت میکنه، حتی اگر به صراحت قید نشده باشه که او سرپرست گروه هست، میشه نتیجه گرفت که اینجا با سرپرست گروه در واقع در سر و کار داریم، حالا یا سرپرست گروه بافندگان یا کارگران خزانه. در واقع این کارگران خزانه در اصل صنعتگران و پیشه‌ورانی بودن که توی کارگاه‌ها و کارخونه‌های تولیدی و صنعتی کار می‌کردن که موضوعش یکم پیچیده است و امروز نمیتونم در موردش خیلی مسئله رو باز کنم. قبل از ورود به بحث در مورد گروه‌های کاری متخصص لازمه در مورد واژه تخصیصگر توضیح بدم. تخصیصگر یا دیترمینیتیو در واقع نشونه‌ای بوده که قبل از واژه‌های مختلف می اومده تا ماهیت و جنس و در واقع کارکرد واژه بعدی رو نشون بده. ما تخصیصگرهای جنسیت هم داشتیم، یعنی مثلا اگر نشونه سر که اینجا می‌بینید قبل از واژه می اومده، منظور کاتب این بوده که واژه بعدی در واقع مؤنث هست. حالا 3 تا گروه کاری خاص هستن: ابکنش، گروه پشب که بافندگان بودن و هرینوک که این سه تا گروه با تخصیصگر مؤنث اومدن، یعنی کل گروه ماهیتش در واقع مؤنث در نظر گرفته میشه. در مورد گروه اول که ابکنش باشه به احتمال خیلی زیاد ما با اینجا با کسانی که روی تولید پارچه کار میکردند سر کار داشتیم. حالا دوزنده یا ریسنده یا هر چیز دیگه توضیحاتش رو خدمت شما عرض می‌کنم. ابکنش یا ابکنوش فرم ایلامی نویس شده اصطلاحی ایرانیه که تحت لفظی باید به معنی کسانی باشه که چیزی رو از چیز دیگه جدا میکنن یا دور میندازن. بر همین اساس پژوهشگری مثل والتر هینس یا یان تاورنیر معنی دوزنده رو پیشنهاد میدن. بر این اساس که این اصطلاح ابکنش یک بار در کنار بافندگان به کار رفته، به نظر میرسه که تولید محصولات پارچه‌ای و یا اشتغال در نساجی میتونه کاندید مناسبی برای ماهیت کاری ابکنش باشه. تفسیر ریسنده یا ریسندگان پیشنهاد منه که به عنوان یه احتمال توی تز دکتری خودم مطرح کردم، و یه سری دلایلم براش دارم. در صورت ارتباط تنگاتنگ این گروه کاری با سرای ایردبمه حائز اهمیت و اینکه 3 سرپرست بر کار اینان نظارت داشتند اهمیت کارشون رو و ظرافتی که براش ضروری بوده رو نشون میده. در مجموع 32 متن از ابکنش ایردبمه داریم که من در اینجا صرفاً یه نمونه کوچیکیش رو جدولوار انتخاب کردم که محتویاتش رو در واقع شما ببینید. گروه بعدی گروه پشب هست یا بافندگان که حدود 60 متن رو به صورت با صراحت در واقع ما داریم که این واژه پشب و صورت‌های دیگه واژه درشون آمده.
این واژه در اصل احتمالاً از یک ریشه ایرانی بس هست به معنی بستن که باید به فرایندی دلالت بکنه که در عمل بافتن به کار میرفت. بافندگی از دیرباز توی شرق نزدیک باستان و همینطور به خصوص در ایلام شواهد زیادی داشته و همیشه هم کاری زنانه تلقی می شده. گروه منفردی از بافندگان هم در ارتباط با بانوان درباری مشاهده میشن، اما اون انحصاری که در مورد گروه قبلی ابکنش و ارتباطش با یک بانوی درباری مشخص مشاهده کردیم اینجا در مورد بافندگان مصداق نداره. من توی مقاله زیر چاپ که اطلاعاتش رو میبینید خیلی بیشتر راجع به در واقع ماهیت بافندگی گروه پشب صحبت کردم. اینجا فقط اطلاعات در واقع جدول بندی شده یک متن خاص رو خدمت شما آوردم. اون چیزی که در ردیف محصولات میبینید انواع جامه و لباس هستن که همراه با صفاتی همچون بریش اومدن که معنی بریش در واقع ظرافت رو با خودش داره. میتونید بسنجید با واژه همریشه که توی فارسی نو شده باریک که معنی دقت و ظرافت رو با خودش داره. بر مبنای نوع محصولی که بافندگان تولید میکردن و کیفیت این محصولات میزان جیره دریافتی این صنعتگران هم که عمدتاً زن بودن تغییر میکرد. توجهتون رو به شغل‌های دیگه‌ای که در کنار بافندگان وجود داشتن جلب میکنم. مثلا در این متن از یک رضاکر اسم برده شده که قبل از هر چیز وظیفه رنگرزی پارچه را بر عهده داشت. علاوه بر 60 متنی که به صراحت نام بافندگان رو میارند، اشارات درون متنی هم از جمله تکرار ترکیب کارگران در متن‌های دیگه که فاقد واژه پشب هستند باعث میشه که ما تعداد متن‌های مربوطه رو افزایش بدیم. نشونه‌ها و سرنخ‌های دیگه‌ای هم هستن که مثلا یکیش همون بحث حضور زنی هستش که 50 لیتر جو رو به عنوان سرپرست دریافت میکنه. با توجه به این نشونه‌ها در واقع پرونده متون مربوط به بافندگان خیلی گسترده‌تر هم میشه. گروه سوم که هرینوک باشه به عنوان شغلی دلالت نداره. ما 43 تا متن داریم که در اونها واژه هرینوک اومده. نحوه استفاده از تخصیصگر در اینجا کمی متفاوته. اغلب موارد همون تخصیصگر مخصوص بانوان یعنی سل رو داریم، اما بعضی وقتا تخصیصگرهای دیگه‌ای هم به کار میرن، از جمله تخصیصگری که مخصوص اماکن جغرافیایی هست و یکی دو بار هم تخصیصگر حل که مخصوص آقایون باشه. این که تخصیصگر مربوط به اماکن جغرافیایی چند بار برای واژه هرینوک اومده و اینکه ما دو تا واژه داریم به اسم هرینه و هرینو که اینها نام جغرافیایی هستند، ما رو به این فرض میکشونه که در واقع هرینوک اشاره به یک خاستگاه جغرافیایی داره برای در واقع این گروه و نه یک عنوان شغل. احتمالاً شاید مثلا به ذهنتون برسه که جایگاه جغرافیایی اریه در افغانستان امروزی که همون هرات باشه میتونه مثلا یک کاندید خوب باشه، اما چون تو نسخه های ایلامی کتیبه های سلطنتی نام اریه بدون در واقع نه در آخر ضبط شده، این احتمال منتفی هست. نکته دیگه اینه که هیچ ارتباطی بین هرینوک با بانوان سلطنتی نداریم، همینطور هیچ خبری از سرپرستان مؤنث نیست یا هر نوع سرپرست دیگه‌ای. این مثال هایی که در این جدول میبینید به خوبی باید نشون میده که اکثریت کارگران رو در گروه هرینوک خانم ها تشکیل میدادن. در ادامه یه چند تا گروه کاری متخصص هم خدمت شما مثال میزنم که البته این گروه ها دیگه اون تخصیصگر مؤنث رو ندارن و کلیت گروهشون و هویتشون در واقع مؤنث در نظر گرفته نمیشده. گروه‌های کاری کاتبان، فلزکاران و سنگ تراشان. پرسش سواد داشتن یا نداشتن زنان در عصر هخامنشی
پیشینه خیلی طولانی نداره. به هر حال چیزی که مشخصه بین گروه‌های کاری کاتبان در الواح اداری تخت جمشید به ندرت به جنسیت کارگران اشاره شده و اکثرا با یه سری اصطلاحات کلی مثل همین پوهو که اینجا میبینید بهشون اشاره میشه. این عبارتی که در سطر اول میبینید یعنی پوهوهای پارسی که الواح را رونویسی میکنن. منظور از پوهو در اینجا در واقع کارگر متخصص و یا حرفه‌ای هستش. همون کاتب رو معنی میده. معنی اصلی و اولیش البته یه چیز دیگه ای هست. یک قطعه تازگی خونده شده که اونجا از یک گروه کاتب نام میبره که 11 نفر هستن و هر 11 تاشون زن هستن، چرا که تخصیصگر سل رو قبل از واژه کورتک ما میبینیم. جدای از این یک جدولی هم من آوردم که به طور خلاصه بعضی از گروه‌های کاتب رو نشون میده خدمتتون. یه توازن نسبی بین زنان و مردان توی کاتب‌ها در واقع دیده میشه، یعنی کاتب مرد داریم، کاتب زن هم داریم. از بین فلزکاران گروه‌های دیگه هم غیر از زرگران و مفرق‌کاران هستن. مثلا 3 تا متن از بایگانی خزانه تخت جمشید از کارگرانی صحبت میکنن که دارن درب آهنی میسازن، اما اونجا چون گروه‌های آهنگری فاقد زنان کارگران من دیگه اونها رو نیاوردم. در خصوص زرگران باید بگم که هر دو متنی که لیست جیره رو به دست میدن حکایت از اکثریت زنان دارن، اما در خصوص مفرق‌کاران اکثریت با مردان بوده. سنگ تراشان با 3 تا اصطلاح عمومی و کلی در واقع بهشون اشاره شده. اصطلاح آخر همونطور که میبینید مربوط هست به کار کسانی که با متریال سنگ مجسمه میساختن و فقط یک متن داریم که در فهرست جیره مجسمه سازان زنها هم لیست شدن. تو همین تک متن تعداد زنانی که 20 لیتر جیره دریافت میکنن 2/3 مردانیه که 30 لیتر جیره جو دریافت میکنن، یعنی در واقع اکثریت با مردان. در خصوص اصطلاح دومم باید بگم که اون ریشه کلمه مذیب به معنی بریدن هست و باید خر در واقع معنی سنگ، باید خرمذیب رو همون سنگ تراش کسی که با خورش سنگ به اون حالت میده تعبیر کنیم. اینجا دو تا متن مرتبط داریم که توی یکی از این 2 تا متن 15 تا مرد هست با 1 دونه زن، توی متن دوم 15 تا مرد هست با 2 تا زن، یعنی اکثریت باز با مرد هاست. از نظر تخصصی مجسمه سازان کارشون فنی‌تر و تخصصی‌تر بود، اما برش دهندگان یا حالت دهندگان سنگ مجسمه سازان کار تخصصی‌تری انجام میدادن. در قدم بعدی برش دهندگان بودن و سپس حالت دهندگان سنگ، یعنی همون خرمزی. ابتدایی ترین کار رو خرطوکیپ ها انجام میدادن که سنگ تراش بود. از این گروه خرطوکیپ ها 15 تا متن باقی مونده که در مجموع تعداد مردها بیشتر هست، اما نسبتشون اونقدری در واقع تمایز نداره که توی 2 تا گروه دیگه دیدیم. به هر ترتیب کار با سنگ در مجموع کاری مردانه تر هست نسبت به خیلی از شغل‌های دیگه. اما در همین جا هم همینجور که توی جدول می‌بینید باز هم فعالیت زنها دیده میشه. اینها در واقع مواردی بود از گروه‌های کاری متخصص که من خدمت شما نشون دادم که مقایسه مثلا گروه‌هایی که تخصیصگر مؤنث رو دارن با گروه‌هایی که ندارن این تخصیصگر رو جالب توجه است. از این حیث که در توی گروه‌های اول مثل بافندگان خیلی زنها نقش پررنگ‌تری دارن، اما در دسته گروه دوم زنها همچنان حضور دارن اما نقششون کمرنگ‌تر به نظر میاد. از بین بانوان درباری که میشه در موردشون صحبت کرد 3 تا در واقع هستن که معروف‌تر هستن، اونم ایردبمه است، ایرتشتونه و آتوسا.
اسم ایردبمه بیشتر از 150 بار تو بایگانی بارو میاد و از این حیث بیشتر از هر بانوی درباره دیگه تکرار میشه اسمش. این وضعیت تو تناقض آشکاری هست با این حقیقت که ایردبمه در منابع کلاسیک یونانی غایب هست. بچه تمایز دیگه ایردبمه اینه که یک لقب منحصر به فرد و خاص خودش داره که با این لقب در 5 تا سند معاصر بابلی هم اسمش میاد. در این لحاظ قابل مقایسه با بانوی دیگه درباری یعنی پریساتیس هست که از اواسط دوره هخامنشی در اسناد بابلی اشاراتی به ملکش به املاکش با نام پروشات میشه. هرچند سندهای بابلی مربوط به ایردبمه از جنس متفاوتی هستند، اینو باید در نظر بگیرید. محتمل ترین حدس اینه که ایردبمه به واسطه جایگاه متمایزی که نسبت به ایرتشتونه داره، میگم ایرتشتونه چون ایرتشتونه هم خیلی اسمش اومده نسبت به آتوفیک کمتر اسمش اومده. با توجه به این جایگاه متمایز احتمالاً ایردبمه باید در اصل مادر داریوش باشه، چون میدونیم که به حال مادر شاه جایگاه بالاتری داشت، یعنی همسر ویشتاسپه. نکته مهم در مورد ایردبمه اینه که با وجود اینکه توی این زمان همسرش ویشتاسپه پدر داریوش توی هیرکانی در شمال شهر بوده، ایردبمه معمولا با اون نبوده و غالبا توی فارس فعالیت داشته، یعنی میتونست جایی باشه که به پسرش که شاه هخامنشی بوده نزدیکتر باشه. این موضوع نشون دهنده اولویت رابطه مادر و پسری در خاندان سلطنتی نسبت به رابطه زن و شوهری و اهمیت سلسله مراتبی که مادر شاه نسبت به همسر شاه داشته. ایردبمه به واسطه کتیبه روی مهری که بر اسناد مرتبط با اداره املاک و کارگرانش دیده میشه به یک خاندان حاکم محلی در ارتفاعات فارس هم مرتبط میشه که احتمالاً ویشتاسپه به واسطه اهمیت برقراری اتحاد با اونها دختر اون حاکم محلی رو در منطقه شولگی و اواخر دوره ایلام نو به عقد خودش در میاره و از این ازدواج داریوش به دنیا میاد. با این حال به نظر میاد که خود خاندان محلی نو ایلامی هم عناصری از فرهنگ ایران رو پذیرفته بودن، چون که اسم ایردبمه نام ایرانی هست. در مورد ایرتشتونه هم باید بگیم که ایرتشتونه از طریق هرودوت میدونیم که همسر محبوب داریوش بود. ایرتشتونه در کنار تعداد دیگه‌ای از بانوان عضو خاندان سلطنتی دارای لقب دوکشیش هست که تحت لفظی به معنی دختر هست، اما مهمتر از اون در واقع لقب عمومی بوده که به تمام بانوان درباری داده می شده. البته ایردبمه لقب عمومی دوکشیش یا در واقع دخت رو نداره و باز از این نظر متمایز میشه. ایرتشتونه از جایی به بعد مدیریت املاکش رو با پسرش از داریوش یعنی ارشامه که گویا اون زمان به بلوغ رسیده بوده شریک میشه. میدونیم که یکی از ملکای ایرتشتونه سابقاً به برادرش کمبوجیه تعلق داشته و انگار بعد از فوت کمبوجیه داریوش ترتیبی میده تا این دارایی خانوادگی همچنان بین فرزندان کوروش باقی بمونه. صحبت بر سر ملکیه که در روستایی به نام متنعن واقع بوده و بعدتر با شراکت ارشامه در این ملک با مادرش مسیر طبیعی وراثت طی میشه. نفر آخر آتوسا تو بایگانی بارو به صورت اودوسه اسمش اومده. تا چند سال پیش تنها 2 تا متن داشتیم که نام اودوسه رو قید میکردند و حتی یکی از این 2 تا متن هم اشکال املایی داشت. اما خوشبختانه الان با ویرایش متن‌های بیشتری توسط پروژه بایگانی باروی تخت جمشید در شیکاگو تعداد متون بیشتری از این همسر داریوش در اختیار ما قرار گرفت. آتوسا تو منابع یونانی خیلی معروفه. سرچشمه این معروفیتش برمیگرده به دوره خشیارشاه، یعنی زمانی که به عنوان ملکه مادر قدرت و نفوذ بیشتری در دربار پیدا کرد. به موجب متون جدیدتر اشاراتی به دستورهای کتبی آتوسا و ملک او به دست اومد. اما یه چند جایی من توی این سخنرانی راجع به سرای مثلا
بانو ایربمه صحبت کردم. حتما براتون سوال شده که منظور از خانه یا سرای بانوان درباری چی هست. ببینید، خانه یا سرای یک فرد سلطنتی یا درباری در واقع یک زیر ساختاری هست که جدا از اینکه مکان مشخصی داره، مکانهایی که در واقع میتونسته املاکش باشه، چادرهای سلطنتی مثلا شاه باشه، باغات باشه، مزارع و زمینهای کشاورزی باشه، جدا از این ماهیت مکانی در واقع یک ماهیت نهادی هم داره. مثل یک نهاد در واقع این خانه ها و سراها عمل میکردن. مثلا در تعریف خود دربار گفته میشه که دربار یک فرم بسیط یا گسترش یافته ای از خانه شاه هست، به علاوه افراد و در واقع همه متعلقاتی که به اون خانه تعلق دارن. حالا مثلا دربار میتونه توی کاخ سلطنتی در واقع نمود پیدا کنه، توی چادر شاهین سفر هم میتونه باز نمود پیدا کنه. در مورد سایر اعضای خاندان سلطنتی از جمله بانوان درباری هم همچین نهادی رو میشه مفروض دونست، مخصوصا که میگم تجسم‌های عینیش رو که املاک باشند ما در مورد تمام این بانوان از جمله ایربمه، ایتشتونه و آتوسا داریم. بنابراین املاک و در واقع زیرساخت‌های ملکی و زمینی اون پایه و اساس این خونه ها رو تشکیل میداد. اما اینها در واقع صرفاً این خونه ها منطقه یا مکان جلوه‌گر قدرت شاه یا بانوی درباری نبودند، بلکه در این حال محل تولید و رشد و تکاپو هم بودند و این در واقع تولید وابسته بوده به پرسنلی که این خونه ها، این سراهای خاص داشتن، که این پرسنل رو هم کارگران ساده و هم کارگران متخصص تشکیل میدادند. و بعد این در واقع نهادهای خانه محور و خاندان محور و خانواده محور با حوزه های عمومی دولتی مثلا نهاد اقتصاد تخت جمشید هم در تعامل بودند و با مثلا تامین کنندگان کالاها و ناظران و حسابرسان و ماموران ویژه دولتی و غیره و اینها در واقع تعامل داشتن. علاوه بر این پرسنل، یه سری پرسنل ارشد هم داشتن که در سطح بالاتر مدیران املاک و کسانی که زمین‌های سلطنتی رو در واقع اجاره می‌دادند و از این طریق درآمد و افزایش می‌دادند و به افزایش سرمایه کمک می‌کردند، و همینطور ناظرانی که روی پروژه‌های کاری و سرپرستان کارگران و گروه‌های کاری در واقع اینها همه رو شامل می‌شدن این پرسنل ارشد، که نهایتاً در رأس هرم خود بانوی درباری قرار می‌گرفته که مدیریت در واقع سرای یا خانه‌اش رو به طور اسمی در واقع در اختیار داشته و حالا به طور عینی معمولاً مدیران ارشدش، حالا هر کدوم از این بانوان درباری مدیر ارشد خودشون رو هم دارن. مثلا ایربمه مدیر ارشدش مشخص هست که فردی هست به نام رشته، یا ایتشتونه مدیر ارشدش مشخص هست که فردی هست به نام شلمنه. این بانوان درباری که مادر شاه میتونستن باشن، همسر شاه و یا دختران شاه، در واقع به واسطه سرای خودشون یا خانه خودشون منافع و علایق اقتصادی و اجتماعیشون رو تامین میکردن. میگم اجتماعی چون مثلا ملک آتوسا مثلا میتونسته محل میزبانی از شاه و دربارش باشه، یا محل میزبانی از شهرب پارت باشه که توی یک مقطعی اومده فارس و اونجا داره توی ملک آتوسا ازش میزبانی میشه، یه رویداد اجتماعی سیاسی انگار داره اتفاق میفته. اینها در واقع طریقه‌ای هستش که این بانوان درباری از اون طریق خودشون رو در بطن تحولات اجتماعی و اقتصادی و روابط فیمابینی با بقیه قرار میدادن. و از این حیث در واقع هر سه گروه زنانی که من به عنوان زنان پارسی امشب خدمت شما معرفی کردم
یعنی کارگران ساده و کارگران متخصص و بانوان درباری هر سه در واقع بخش جدای ناپذیر جامعه و اقتصاد هخامنشی هستند که ما در واقع یک گذرهای خیلی کوتاه و اندکی رو ازشون در واقع از طریق بایگانی باری تخت جمشید میبینیم، اما همین چشماندازهای کوچک هم در واقع یک بافت نهادی دارند و اون در واقع ادغام سیستماتیک اینها رو توی جامعه و اقتصاد به خوبی به ما نشون میدن. خیلی ممنون از توجه شما، امیدوارم که مفید بوده باشه. خیلی سپاسگزاریم جناب آقای دکتر صفایی عزیز. خیلی استفاده کردیم از مطالب ارزشمندی که محصل پژوهش‌ها و تحقیق‌های گرانسنگ شماست. بنده به شخص خودم خیلی لذت بردم از این دسته‌بندی خیلی خوب و منظم و مرتبی که شما به دست دادید و حتما همه دوستان هم با من هم عقیده هستند و در هر حال یکی از سخنرانی‌های خوب بود واقعا در این مجموعه. سپاسگزارم از شما. سوالاتی آقای دکتر به دست ما رسیده درباره موضوع، اگر میخواید در حقیقت شروع کنیم سوالات رو مطرح بکنیم، در حین همین که ما داریم سوالات رو مطرح میکنیم باز هم احتمالاً سوالات جدیدتری هم به دست من برسه. خواهش میکنم. آقای دکتر پرسیدن آیا درباره زنان غیر درباری، که البته شما در خلال سخنرانیتون اشاره کردید به برخی از زنان غیر درباری از جمله کارگران ساده و کارگران متخصص، باز با این حال پرسیدن و ما هم هراس داریم اگر سوالها رو مطرح نکنیم دوستان یه مقداری مکدر بشن. سوال کردن آیا منابعی در موردشون هست غیر از این الوا یا در مورد خود الوا به شکل ویژه‌تری به اینها پرداخته شده؟ خب ببینید، بله، ما هم از بابل و هم از مصر و هم از بلخ، در واقع الواح آرامی که منتسب به بلخ و هخامنشی هستن، متون فراوانی داریم که اونجا شما در واقع با طیف خیلی وسیع از آدم ها روبرو میشید که خیلی هاشون هم درباری نیستن، مثلا کارگر هستن یا در واقع زمیندار و کشاورز هستن، یا مثلا یک متنی هست از مجموع متونی که به آرامی نوشته شده و از بلخ هخامنشی در واقع منتسب هست به اونجا و نابه و شاکر چاپ کردن. اونجا متنی هستش که از گروهی از زنان در واقع اسم میبره که اینا ظاهرا با آهنگ ارتباط داشتن، با موسیقی ارتباط داشتن. اینها در واقع اسناد خیلی زیادی هست و از جاهای مختلف. من فقط بایگانی باری تخت جمشید رو مطرح کردم، ولی به ویژه بابل و مصر، مخصوصا مصر، در مورد املاک زنان خیلی اطلاعات غنی رو هست. اینا معمولا توی سندهای ازدواج هست، توی در واقع اسناد مربوط به ارث و میراث و اینها که اطلاعات خیلی ممنونم از شما آقای دکتر که خیلی مختصر و مفید پاسخ میدید به سوالات. باز یکی دیگه از دوستان پرسش کردن که آیا همچنان کتاب خانم ماریا بروسیوس درباره زنان هخامنشی آیا همچنان این شاید جز بهترین ها باشه یا شما پیشنهادات دیگه ای دارید، منابع دیگه ای رو؟ ببینید، الان یک مقداری از اطلاعات مندرج در کتاب ماریا بروسیوس در واقع کهنه شده، خاطر اینکه متن‌های خیلی زیادی در واقع ویرایش شده و در دسترس پژوهشگران و من هم بوده. من برای دسترسی به این متون در واقع از استاد خودم آقای دکتر اینکلمن باید تشکر بکنم. اما
با این حال اون کار بروسیوس، قالب اصلی کار بروسیوس همچنان قابل استفاده است توسط مردم. یک انتقادی که بهش وارد شده توسط کسانی که نقد کتاب بهش نوشتن و توی اون بولتن اول بیربریان هم بهش اشاره کرده، اینه که اسناد رو خیلی سیستماتیک بررسی نکرده و شاید مخاطب عام اگر از اون کتاب مستقیم استفاده کنه ها کانتکست رو و بافت متن و بافت منبع رو خیلی خوب نتونه درک بکنه. از این لحاظ یه انتقاداتی بهش هست، اما با این حال همچنان خب آقای دکتر باز هم پرسش کردن که آیا در این رابطه شما منابع دیگری رو میتونید معرفی کنید که مکمل کتاب زنان هخامنشی بروسیوس باشه؟ البته من یک توضیح اینجا بدم. خود آثاری که آقای دکتر صفایی منتشر کردن، حالا ایشون یه مقدار فروتنی میکنن، ولی آثار خود ایشون درباره همین وضعیت زنان در دوره هخامنشی میتونه خیلی مورد توجه باشه و به ویژه چون مبتنی بر تحقیقات جدید هستند. من به جای ایشون معرفی میکنم کارهای ایشون رو و میتونید در آکادمیا و در جاهای دیگه مقالات آقای دکتر رو دانلود ایشون در احتمالاً ایمیلشون میتونید با ایشون در ارتباط باشید. حالا غیر از آثار خود شما آقای دکتر در این رابطه منابع دیگری رو معرفی میکنید؟ بله، یک مقاله خوب مفصلی داره 2010 چاپ شده آقای اینکلمن با عنوان خان شاه، خان ایردبمه و خان کرکیش. این رو من ترجمه کردم، ترجمه فارسیش موجود هست در قالب کتاب به اسم شاه و نخبگان در شاهنشاهی هخامنشی، موزه ملی ایران منتشر کرده. عرضم به خدمت شما که اینو میتونن تهیه کنن. یه مقدار مقاله تخصصی هست اما در مورد یک نهادی صحبت میکنه به نام نهاد خان، وقتی که کالاها در پیشگاه اشخاصی مثل شاه و بانوان درباری و کرکیش که شهرب کرمان باشه، یعنی در واقع فرماندار کرمان باشه، در این مورد صحبت میکنه. یک بازتابی هست از دربارهای موجود در امپراتوری هخامنشی، از دربار خود شاه گرفته تا دربار محلی یک شهرب تا دربار درباری. اون مقاله رو اون کتاب ترجمه فارسیش هست، اگر انگلیسیشو بخوام بخونن که توی آکادمی خود آقای هینکلمن هست. خیلی مقاله بسیار عالیه. خیلی ممنون آقای دکتر. باز سوال کردن که چرا، البته خب این خیلی به موضوع سخنرانی شما هم مربوط نمیشه ولی اگه دوست دارید پاسخ بدید، سوال کردن که چرا بایگانی های تخت جمشید تداوم پیدا نکرده و به یک بازه زمانی خاصی ما فقط الواحی رو در اختیار داریم. اگر میخواید در این رابطه. ببینید، من از دو تا بایگانی صحبت کردم، بایگانی باروی تخت جمشید و بایگانی خزانه تخت. بایگانی باروی تخت جمشیدی که خدمت شما تاریخش رو عرض کردم. بایگانی خزانه تخت جمشید تا اواسط که نه ولی اوایل سلطنت اردشیر اول تداوم داره و تاریخ آغازش هم برخلاف چیزی که قبلتر فکر می‌کردیم در واقع هم عصر با بایگانی بارو، یعنی بایگانی بارو از یه جایی به بعد اسنادش به دست نیامد از سال 28، اما بایگانی خزانه که مربوط به پرداخت‌های نقدی مثل نقره بوده به کارگران ادامه پیدا میکنه. یعنی در واقع ما تو همون محل بایگانی داریم که ادامه پیدا کرده باشه. اما فکر میکنم عامل اصلی که خود بایگانی باروی تخت جمشید ما ادامهش رو نداریم برگرده به کشف تصادفی اسناد، چون در واقع مقدار خیلی زیادی، شاید نصف الواح تاریخ داره بایگانی بارو هم مال 2-3 سال خاص هستن. یعنی بیشتر سندایی که داریم مربوط به چند تا سال خیلی مشخص خاص هستن. خاطر اینی که بقیه بایگانی جای دیگه احتمالاً بایگانی شده یا به خاطر اینکه نیاز بهش در واقع از بین رفته، نیاز به رجوع به مدارک از بین رفته.
بایگانی ها معمولا عمر دارن. مثلا شما تو خود همین الان دوران معاصر هم نگاه کنید، از یک جایی به بعد، قبل از دوره در واقع مستندنگاری الکترونیکی، بایگانی ها رو دیگه مجبور می‌شدن ادارات 30 سال یه بار 40 سال یه بار نابود بکنن، یعنی جا نداره. بایگانی تا جایی واسه سیستم اداری اهمیت داشته که به لحاظ زمانی ارزش رجوع داشته. یعنی مثلا می‌خواستن رجوع کنن ببینن سال قبل چقدر جو یا شراب یا سایر غلات مصرف شده، یا می‌خواستن حسابرسی بکنن، باید به سند سال قبل مراجعه می‌کردن، تراز سالانه رو در واقع حساب می‌کردن، مالیات‌ها رو چک می‌کردن. از یه جایی به بعد دیگه اون کارکردش رو واسه نهاد اداری، دیوان اداری از بنابراین خیلی از اون طرف هم دیوان اداری براش دلیلی وجود نداشته که بخواد همه اسناد رو حفظ بکنه. بله، خیلی ممنون آقای دکتر. سوال پرسیدن البته خب یه مقداری این سوال میتونه جزء سوالای حاشیه‌ای باشه و چون در روزهای اخیر هم خیلی بحثش داغه درباره حجاب بانوان و اینها در تخت جمشید، که خب البته خب در این رابطه کلی مطلب گفته شده. منتها باز از شما سوال کردن که آیا منابعی هست به شکل ویژه درباره این مسئله، بحث پوشش، آیا اشاره‌ای به پوشش زنان در این الواح شده به شکل ویژه؟ ببینید، ما در منابع متنی الواح که نه اشاره‌ای به مسئله پوشش نداریم. ما فقط چند تا متن داریم که از بافته شدن لباس صحبت کردن، اون قسمت تولیدش براشون مهم بوده، نه استفاده. منابع بصری هم که خب خیلی از این تصاویری که معمولا از تخت جمشید نشون میدن و میذارن خب تصاویر آقایونن، ولی خب این دوستان فکر میکنن که مثلا تصاویر خانوماست رو به عنوان حجاب زن هخامنشی توی بعضی از این سایت ها گذاشته. اینها که خب البته مستند نیست. اما مسئله اینه که توی منابعی مثلا چند تا مهر مثلا مجموعه دوکلورک یا مهرهای مختلف، یک سری تصاویری هست از زنانی که مثلا تاج بر سر دارند و روی صندلی نشستن. این تصاویر برمیگرده به بافت سلطنتی، بافت درباری، یعنی نهایتاً با اون تاجی که رو سر اون خانم هست روی صندلی نشسته و یا مثلا پوششی که روی سرش هست، ما میتونیم در مورد بافت تجملی درباری صحبت کنیم که میدونیم که در دنیای باستان پوشش بیشتر نشانه تجمل بوده. این نمیتونه به ما در واقع سرنخی بده از پوشش زنان عادی، زنی که میخواسته مثلا سنگ تراشی بکنه یا میخواسته سر زمین کار بکنه یا هر چیز دیگه. این در واقع فقط سری قطعات خیلی کوچیک از یه پازل بزرگه. برای ایران هخامنشی اطلاعات زیادی در دست نیست. اطلاعات خیلی مهم اینه که روی چند تا مثلا پارچه پازیلی که ما زنانی رو زنان سلطنتی می‌بینیم که تاج رو سرشون هست، یعنی قدرت اینو داشتن که دربار بهشون اجازه میداده که اینها هم یه نیم تاجی رو در واقع رو سرشون داشته باشن به عنوان بانوی درباری. این خودش بیشتر از هر چیزی نشون دهنده به رسمیت شناخته شدن اونها به عنوان بخشی از ساختار قدرت. این خیلی مهمه بحث تاج. بله، خیلی ممنون آقای دکتر. با سوال کردن در مورد زنان هنرمند در دوره هخامنشی که البته شما خب به کارگران ماهر و اینها اشاره کردید و بحث بافندگان و حالا یا به تعبیری دوزندگان و اینها، آیا به شکل ویژه به بحث زنان هنرمند و اینها شما میتونید توی الواح سرنخی هست، اطلاعاتی هست؟ ببینید خب هنرمند که اصطلاح خوبیه، نمیدونم منظورشون از هنرمند در واقع چی هستش. یعنی مثلا هنرهای امروزی مد نظرشون هست مثل موسیقی یا هر چیز دیگه ای؟ که اگه منظورشون این باشه که خیر الواح، اگه منظور از هنر در واقع اون کارهای صنعتگرانه و پیشورانه باشه که خب در همه گروه‌های کاری تقریبا زنان پا به پای مردان هستند و حضور داشتن و کار میکردن. این پاسخ من هست.
بله. آقای دکتر صدای من رو دارید؟ بله بفرمایید، در خدمتتون هستم. ببخشید یه لحظه مثل این که ارتباط من قطع شد. اگه خانم دلفی سوالات دیگه ای رو دریافت کردید، آخرین سوالی که برای من ارسال کردید، یکی از دوستان پرسش کرده درباره کارگران جنسی در تخت جمشید که از شما سوال کردن که آیا شواهدی. هیچ مدرک فایدی وجود من خود من هم از این البته خودم مونده بودم. تخت جمشید در مورد مستند کردن کاغذبازی های مربوط به ساخت و ساز و تولید هست. تخت جمشید بحث چیزه، بحث در واقع تولیدی هست. حالا چه سازه های معماری که ساخته شده در تخت جمشید بله و یا چه سایر تولیدات بله خود من هم تردید داشتم، ولی خب دوستان حساس هستن که حتما سوالاتی که مطرح میکنن بله مطرح بکنیم. آقای دکتر، یه نکته‌ای که شما اشاره کردید برای اون واژه‌ای که بحث که آیا با مثلا هرات و اینها میتونه مثلا ارتباطی داشته باشه، چون فقط به ذهن من رسید که البته یه گمان هست که چون بحث بافندگان و اینها در اون راستا معمولا اینا کنار هم آمدن، آیا ممکنه اشاره‌ای به پارچه‌های خیلی ویژه و گران قیمت و بسیار سلطنتی که در هرات تولید می شده و معمولا خانواده‌های سلطنتی از اینها استفاده می‌کردن، ممکنه اشاره‌ای به این باشه؟ این البته سوال خود من هست آقای دکتر. نه واقعا فکر نمی‌کنم، چون هرینوک که به خدمت شما عرض کردم ارتباطی با بافندگان ندارن، دو تا گروه متمایز هستن. تنها وجه مشترکشون اینه که کلیت گروه مؤنث در نظر گرفته میشه. در مورد اشتقاق واژه هرینوک عرض کردم که یک نظر میتونست این باشه که ربط داشته باشه به واژه اریت که بعد اضافه کردن که همون هم به نظر من منطقی نیست بنا به دلایل زبان شناخت. بله فکر کنم جز آخرین سوال ها باشه، شما رو هم خسته کردیم آقای دکتر. پرسش کردن که آیا وضعیت ارتقاء شغلی کارگران تخت جمشید به ویژه کارگران زنان به چه شکلی بوده؟ اسناد به این مسئله اشاره‌ای کردن که مثلا یک کارگری از حالت کارگر ساده به یک کارگر ماهر و متخصص ارتقا پیدا بکنه. ببینید چند مدل میشه در واقع در مورد این سوال تحقیق کرد. یک مدلش این هستش که کودکانی که کار میکردن در به عنوان شاگرد و کارآموز در واقع در کنار بزرگسالان کار میکردن، اینها به مرور که سنشون بالاتر میرفت مهارت بیشتری تو کارشون پیدا میکردن و جیرهاشون رو آدم میبینه که در واقع افزایش پیدا میکنه، چون هم سنشون رفته بالا، بیشتر کالری نیاز دارن و هم تخصصشون بیشتر میشه و بعد اینها در واقع روشون سرمایه گذاری شده که بیان به عنوان کارگر ماهر بعدن که بزرگسال شدن در واقع تو همون گروه کار خودشون ادامه بدن. این نکته است. نکته دومی که ما یه نهادی داریم اسم به در واقع به اون نهاد کپمشکی میگن. تحت لفظی یعنی خزانه، منظور مخزن یا خزانه جاهای مختلف هست، اما اونجا به نظر میاد که محل پرورش کارگران بوده، چون یه سری کارگرایی میبینی که این کپمشکی ها خزانه ها کار میکردن و بعد با عنوان های شغلی دیگه جاهای دیگه در واقع اعزام میشن و یک مهارتی کسب کردن و جای دیگه دارن با اون مهارت جدیدتر مشغول هستند و در واقع دستمزد دریافت می‌کنن. این دو مورد و چند مورد دیگه که برمیگرده به تحلیل‌های
جیره‌های کارگرها این موضوع نشون میده. در واقع ارتقای شغلی انگار یه پدیده جدی بوده توی اقتصاد تخت جمشید. بله، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر یزدان صفایی عزیز، دانشجوی دوره دکتری در مدرسه مطالعات عالی پاریس که درباره زنان پارسی بر مبنای الواح تخت جمشید و بایگانی‌های تخت جمشید برای ما صحبت کردن و ما بهره‌مند شدیم از صحبت‌های خوب و زیبای ایشون. من در آخر، چون دیگه سوالی هم نمونده که مطرح بکنیم، ضمن اینکه از آقای دکتر تشکر میکنم بابت حضورشون و سخنرانی ارزشمندشون، یادآوری میکنم که سخنرانی هایی که شما هر شب میبینید مربوط میشه به مدرسه تاریخ و باستانشناسی هخامنشیان که به ابتکار و همت انجمن ایرانی تاریخ در شبیه خوزستان و با تلاش‌های شبانه‌روزی دوست فریخته و دانشمندم جناب آقای دکتر شهرام جلیلیان برگزار میشه. این مدرسه با در حقیقت همکاری و مساعدت بنیاد ایرانشناسی شاپور شهبازی و البته با به یاد و بزرگداشت زنده‌یاد دکتر علیرضا شاپور شهبازی برگزار میشه. لازم میدونم که از مساعدت سرکار خانم دکتر نازیلا شهبازی سپاسگزاری بکنم و همه دوستانی که در این شب‌ها ما رو همراهی کردن و در حقیقت به ما دلگرمی میدن که چنین برنامه‌هایی رو تداوم داشته باشه و به اونها فکر بکنیم که مدرسه‌های دیگه‌ای هم در آینده برگزار بشه. آقای دکتر صفایی عزیز، اگر شما مطلبی به عنوان مطلب پایانی دارید ما در خدمتتون هستیم. عرضی نیست. تشکر میکنم از شما و دوستانتون، به ویژه از بنیاد مرحوم شاپور شهبازی، و خوشحال شدم و شب بخیر میگم خدمت شما. ممنونم از شما. من هم شب بخیر میگم و با شما و همه دوستانی که در تالار گفتگو هستند خداحافظی میکنم. انشاءالله در شب‌های آینده هم ما رو همراهی کنید. شب همگی بخیر و خدا نگهدار.